فرض کن تو زندگیت یک رازی داری که اگر اونو فاشش کنی زندگی تمام مردم شهر عوض میشه. اونو فاش میکنی؟ Sak och en kräver. Vet ni vad det är? Allt. سلام، من احسان امیری ام و امروز اومدم بهتون کتاب شهر خرس معرفی کنم. کتابی که هر کسی که خونده عاشقش شده و توسط یکی از معروف‌ترین نویسنده های سوئدی نوشته شده، فردریک بکمن، که من خودم خیلی عاشقشم. کتاب شهر خرس کلا یه تراژدی 3 جلدیه که تا الان 3 جلد ازش بیرون اومده. شهر خرس که اولیشه، مادر برابر شما که جلد دومه، و جلد آخری که تا الان بیرون اومده برندگان که توسط فردریک بکمن نوشته شده. قبل از معرفی کتاب میخوام ژانرش رو بهتون بگم. یک درام غم انگیزه که تحمایه ورزشی هم داره داخلش. کتاب در اصل اومده راجع به هاکی بنویسه ولی خیلی کم راجع به هاکی هست، بیشتر راجع به زندگی مردم یک شهریه که وصل شده به هاکی، ورزشی که خیلی توی ایران اصلا نیست و هاکی توی کشورهای مثل سوئد، کانادا خیلی رواج داره و خیلی بازی میکنن، چون که توی برفه و توی یخ بازی میکنن. خب مسلما ما بازی نمیکنیم و کشورهایی که توی قطب شمالن مثل کشورهای سوئد و کانادا خیلی بازی میکنن. یک بازی که مسلما اگه توی ایران هم خیلی طرفدار داشت، بازی خشنیه، با هوش و استعداد و فکر و ذهن آدم کار داره، که یک بازیه که توی هر تیم 5 نفرن، 5 نفر این طرف 5 نفر اون طرف و روی یک یخ بازی میکنن. حالا فرض کنید یک شهری به اسم شهر خرس تموم امیدش به تیم هاکی و جوانهای بازیکن اون تیمه. پس تا اینجا چی شد؟ شهری داریم به اسم شهر خرس که همه امیدش رو اینه که تیم هاکی ببره. چرا؟ چون که اسپانسرها میان، بیشتر پول تزریق میشه توی این شهر و کلی اشتغال ضایع میشه توی شهری که کلا خوابیده و هیچ پولی رونق نداره، هیچ کسب و کاری نیست. و یک دلیل دیگه این که اجازه میدن یک مدرسه هاکی دیگه توی این شهر باز بشه و این خیلی خوبه برای مردم شهر، برای شهری که کلن به هاکی وصله، چون که تموم شهر به این تیم امید داره و کلن روی انگشت این هاکی میچرخه. پس در نتیجه تمام بازیکن‌ها هم یک جور بت هستن توی اون شهر، همه میپرستندشون، به خصوص بهترین بازیکن اون تیم یعنی کوین. اما همه داستان این کتاب این نیست، فقط راجع به هاکی نیست. این کتاب راجع به یک تعرض کوین به یک دختر دیگه. داستان از وقتی شروع میشه که کوین کار رو میکنه که آینده خودش و تیم شهرش و حتی آینده شهر رو به خطر میندازه. و دختری که این راز رو توی دلش داره باید یک تصمیم خیلی مهمی بگیره، اینکه به خودش اهمیت بده یا به شهر و هاکی. خودش رو ساکت کنه و هیچی نگه یا تمام رازها رو برملا کنه. آیا مردم شهر پشت اون دختر یعنی مایا در میان یا پشت کوین؟ و خیلی سوالای دیگه و خیلی حرکت و کارهای دیگه که توی این کتاب میخونیم. اما یه مشکلی که هست اینه که کتاب تازه از اواسطش شروع میشه و خب اگر به قلم فردریک بکمن آشنایی داشته باشی میدونی که خب خیلی معموله این که از وسط شروع بشه و باید صبر کنی، شخصیت پردازی نویسنده رو بخونی. یه چیز معمولیه به نظرم. کلا فردریک بکمن خیلی این کارو میکنه که از اواسط کتاب تازه داستان شروع میشه و من خیلی دوست دارم اتفاقا این که اول شخصیت پردازی میکنه به خوبی و بعد تازه میریم توی دل داستان و میفهمیم داستان چی. اینو من خیلی دوست دارم. این مقدمه چینی رو به نظرم خیلی خوب. اما اگر شما هم فکر میکنی ارزش اینقدر صبر کردن رو نداره، و بهتون بگم که خیلی ارزش صبر کردن داره و یک کتاب فوق العاده رو میخونید. من فعلا کتاب شهر خرس رو خوندم، یعنی جلد اول شهر خرس، جلد دومش میشه مادر برابر شما و جلد سوم میشه برندگان، که مادر برابر شما رو خریدم ولی هنوز نخوندم. اما این کتاب شهر خرس رو تموم کردم و فوق العاده بود، واقعا فوق العاده بود. چقدر من اشک ریختم به این کتاب. ببینید از توی خود جلد کتاب اگر مشخص باشه یک دختریه و جلو روبروش شهره، همون شهر خرسه که
یعنی این دختر در برابر این شهر باید تصمیم بگیره و اینکه این دختر در برابر این شهر باید وایسه. به نظرم کاور خیلی مربوطه، واقعا خیلی مربوطه، برخلاف خیلی از کاورایی که برای کتاب فردریک بکمن انتخاب میکنم. من این کاور رو خیلی دوست دارم، کاوری که یکم شلوغه، یکم دیتا به آدم میده، اما کاوری مثل کتاب مردم مشوش هیچ دیتایی نمیده. خب این دوست ندارم، دوست دارم کاور دیتا بهم بده، بهم بگه چه خبر این کتاب. یا کتاب مادر بزرگ سلام رسیدم و گفت متاسف هستم، همینطور از فردریک بکمن هیچ دیتای خاصی نمیده، واقعا خالی پوچه، یک عکس دختر با یه سگ و نه خیاب، نه خونه، نه درخت، هیچی، یک دیتای خیلی ساده، نه اینکه مربوط نباشه، خیلی ساده. ولی این کتاب ببینید کاورشو، کاور شلوغی داره، من دوست دارم. شهر رو نمایش داده و دختر و این طرف هم پشتش عکس کتابا رو گذاشته. 10 تا کتاب تا الان از فردریک بکمن نشرون ترجمه کرده، اسپانسر نیستم نشرون، کاش بودم ولی نیستم، که از این 10 تا کتاب من 6 تاشو خوندم، 5 تا دیگه‌اش مونده که خب یکیش که فکر نکنم اصلا پیدا بشه، سباستیان ترول. کلا یک کاور خیلی خوبی داره، من کاور نشر نون رو خیلی دوست دارم. صفحه خوبیه، کاغذ بالکه خیلی خوبه و 414 صفحه هست، چاپ 15 این که من دارم، احتمالاً الان بیشتر شده. خیلی کتاب فوق العاده، واقعا فوق العاده است. این کتاب شهر خرس و ناشرای دیگه هم مثل کوله پشتی و چترنگ چاپ کردن، اما خب ادامهش رو چاپ نکردن تا جایی که من خبر دارم. فقط نشرون اومده هر 3 تا رو چاپ کرده که خب به نظرم از همین کتاب و از همین مترجم بخونید، هرچند که برندگانو یه مترجم دیگه ترجمه کرده، اما شهر خرس و مادر برابر شما رو الهام رعایی ترجمه کرده که کتاب مردم مشوش و هر روز راه خانه دورتر و دورتر میشم از خانم الهام رعایی ترجمه شده. چرا خوبه خانم ترجمه های خانم الهام رعایی؟ چون که از سوئدی ترجمه میشه، یعنی زبان خود فردریک بکمن سوئدی، از سوئدی برگردان میشه که خب خیلی راحت‌تر بهتر ترجمه میشه. یه نکته‌ای که بخوام راجع به شهر خرس بهتون بگم اینه که خیلی شخصیت داره این کتاب، نزدیک 30 یا 5 تا شخصیت داره و حتی چند تا شخصیت فرعی داره که اسمشون رو نگفته، مثلا نوشته نوازنده درام یا همچی اسمایی که خیلی از این کارو میکنه فردریک بکمن. مثل کتاب مادر بزرگ سلام رسیدم و گفت متاسف است، یه کاراکتری داره به اسم گورگدل، یا توی کتاب بریت ماری یه شخصیت داره به اسم غریبه که از اول تا آخر اسمش غریبه است، یعنی هیچ اسمی نداره این شخصیت. اما توی این کتاب خیلی کمتره، خیلی شخصیت داره و خیلی هاشون اسم دارن که خب هم یکم گیج کننده است. من که خودم اسما رو زیرشون خط کشیدم و نوشتم که کی به کیه، گیج نشم، ولی خب بازم از اواسط کتاب یه جورایی دستتون میاد که چی به چیه، با اینکه خیلی شخصیت داره که حتی 3-4 صفحه آخر هم بازم شخصیت اضافه میشه به این داستان، اما بازم میشه باهاش ارتباط برقرار کرد و گیج نشد. امتیاز این کتاب توی گودریز 4.3 هست. یک مینی سریال 5 قسمتی هم از این سریال ساخته شده که به زبان سوئدیه و سازنده این سریال HBO هست. Vet du vad som är skillnaden mellan rovdjur och flyttdjur? Det här är vår chans. Björnstad behöver dig, Kevin. Det hände en grej. امتیاز این سریال توی IMDb 7.1 که خب من خودم ندیدم، فقط تیزرش رو دیدم که به نظرم کتابش خیلی بهتره. دوست نداشتم سریالش رو ببینم چون میترسیدم تصوراتم از این کتاب از شخصیت ها عوض بشه و ناامید بشم، برای همین ندیدم سریالش رو و نمیتونم نظر خاصی راجع به سریالش بدم. اما نظر شخصیم راجع به کتاب اینه که فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. یه خوبی فردریک بکمن نشون داده که مثلا کسی که بهش تعرض میشه باهاش چه رفتاری میکنن، با خانواده‌اش چه رفتاری دارن، با پدر و مادر و برادرش چه رفتاری دارن، دوستش چه رفتاری با کسی که بهش تعرض شده داره یا کسی که تعرض انجام داده رو
بقیه به چه چشمی میبینن و چه دلایلی مثلا براش میسازن که مشکل از کی بوده، چه کسی مشکلی داشته، مشکل از دختر بوده، مشکل از پسر نبوده و اینکه کسی که تعرض کرده شخصیتیه که همه میپرستنش و بوتش کردن و حالا بهش انگ تعرض میزنن و رفتار بقیه راجع به این که کسی که بوتش کرده بودن تعرض انجام داده خیلی جالبه. اینکه بقیه چه سایدی میگیرن توی این ماجرا، چه کسایی هیچ حرفی نمیزنن و کلا ریاکشن آدما مخصوصا توی این بحبوحه‌ای که همه انتظار دارن هاکی نجاتشون بده و یکی از بهترین بازیکنانشون توی این دردسر افتاده خیلی جالبه و اینکه دختری هست بهش تعرض شده و دوست دارن که حق رو ازش بگیرن. به نظر فقط فردریک بکمن میتونه این تو گوشی به ما بزنه که بفهمیم چه خبره، کسی که بهش تعرض شده تو چه جایگاهیه، کسی که تعرض کرده توی چه جایگاهیه و اینکه قضاوت به نظر درسته قضاوت کردن راجع به این مسائل یا نه نباید قضاوت کنیم، باید چی کار کنیم، چه حرفی رو بزنیم چه حرفی رو نزنیم، همه توی این کتاب به ما میگه و بسیار بسیار تو گوشی‌های به ما میزنه که از خواب بیدار بشیم. من کلا قلم فردریک بکمن خیلی دوست دارم، گفتم بهتون باید بخونم بقیه کتاب مادر برابر شما و بنادگانم میخونم، هرچه زودتر میخونم، خیلی دوست دارم، مشتاقم که بخونم و بیام نظرم راجبش بهتون بگم. خیلی کتابای فردریک بکمن خوندم، از اونها هم بازم ویدیو میسازم که فقط فعلا مردم مشوش ساختم. امتیاز منم به این کتاب 4.7 واقعا فوق العاده است. قدر آدم خوب دردا توی این کتاب حس میکنه با شخصیت ها با حرفا که فقط گریه آرومت میکنه با این کتاب. برخلاف کتاب فردریک بکمن که بعضی جاها خیلی طنز داره یا یکم شوخ طبعی داره، این کتاب بیشتر جدیه، داره به اون مسئله میگه که شوخی نداره، واقعا داری با زندگی یک نفر نه یک خانواده یا یک جامعه داری حرف میزنی، چیزی نیست که بخوای سرسری ازش رد بشی و واقعا فردریک بکمن اینو خودش میدونسته، حس شوخ طبعی تا تونسته کم کرده، یعنی خیلی کم هست اما خیلی کم نسبت به خیلی از کتابای فردریک بکمن. اینجا حس شوخ طبعی نداریم، اینجا جدی. یه نکته‌ای که توی این کتاب هست اینه که کسایی که اهل بیرنساید نیستن رفتارشون خیلی فرق داره، رفتار بنی، آماد، مایا و کرا خیلی فرق داره رفتارشون با اهالی بیرنساید، یعنی یک طرز فکر دیگه‌ای دارن. آماد که خب با مادرش مشخصا انگار یا ایرانیان یا افغانی، چون همیشه فردریک بکمن شخصیت‌های ایرانی خیلی استفاده میکنه، چون خانمش هم ایرانیه، خیلی از فرهنگ ایران استفاده میکنه. توی کتاب مردی به نام اوه اینو به خوبی آورده بود و توی این کتاب هم به نظرم آماد و فاطمه که مادرش میشد یا ایرانی بودن یا افغانی بودن که خب انگار فرق داشت با شخصیت‌هایی که توی بیرنساید به دنیا آمده بودن، یا بنی که مشخصا اصلا از کشور سوئدی نبود و چند تا شخصیت دیگه که توی بیرنساید به دنیا نیامده بودن خیلی رفتارشون فرق داشت با بقیه. نویسنده توی کتاب خیلی اغراق کرده، خیلی، اما شهر خرس شهریه که وجود خارجی نداره و به نظرم طبیعیه که این مسائل رو با اغراق به ما بگیر و یک توگوشی خوب به ما بزنه که چش و گوشمون رو باز کنه. اینم از معرفی کتاب شهر خرس. امیدوارم که دوست داشته باشی. اگر این کتاب رو خوندید نظرتون رو توی کامنت ها بگید و اینکه علاقه دارین این کتاب رو بخونید یا نه برام کامنت کنید. خیلی مخلصیم.